دوستای عزیز سلام، نویان هستم و در این ویدیو یک خبر خوش براتون دارم در مورد پروسه ثبت نام و درخواستی جدید ویزای بشردوستانه برزیل از کشور پاکستان آغاز شده. این یک خبری بود که دین روز به تاریخ 28 اپریل در سایت سفارت برزیل در اسلام آباد به نشر رسید و این ویدیویی که امروز من ثبت میکنم 29 اپریل است و در این اعلامیه گفته بود که به مدت 3 ماه یعنی تا 26 جولای 2023 یعنی شما فقط می جون جولای وقت دارین، 3 ماه وقت دارین در این پروسه ثبت نام کنین و بعد از او به امکان 99% که پروسه دوباره بسته میشه تا یک وقت نامعلوم که آیا دوباره پروسه آغاز خواهد شد یا نه. پس دوستا از این چانسی که پیش آمده استفاده کنین و ثبت نام کنین، کسایی که علاقمند به سفر و مهاجرت و زندگی در کشور برزیل هستند. و ما طریقه است که ثبت نام که چی رقم شما باید ثبت نام کنین. ویدیوش ثبت کردیم. پروسه از قبل تغییر کرده و مثل قدیم نیست. در قدیم شما یک ایمیل میزدین و درخواست وقت ملاقات میکردین و در روز این وقت ملاقات شما تمام اسناد و پروفتون میبردین، برایشان نشان میدادین و او برای شما اسنادتان تحویل میگرفت و در یک وقت مشخص ویزایتان ثابت صادر میکرد. اما فعلا سیستم الکترونیکی شده و شما از یک سیستم الکترونیکی که سفارت ایجاد کرده به نام سیستم ای کانسولر وارد سیستم میشین. اسنادی که ثابت میکنه شما فعلا در برزیل در اسلام آباد در پاکستان هستین و به صورت قانونی وارد پاکستان شدین و اسنادتان وارد سیستم میکنین و مطابق به همون اسناد و این سیستم کانسولر و برای شما یک اپاینتمنت یا وقت مصاحبه تنظیم میکنن و دیگر نیازی نیست شما برای او ایمیل بفرستین، وقت زنگ بزنین نیاز نیست. فقط از طریق همون ایمیلی که در هنگام ساخت اکانتتان شما در سیستم ثبت کردین اونا دوباره برای شما ایمیل میزنه و شما را به مصاحبه دعوت میکنه و در روز مصاحبه تمامی اسنادی را که شما در سیستم وارد کردین باید او را بتونین برایشان نشان بدین. پس میریم وارد کامپیوتر میشیم. در کامپیوتر تمامی پروسه را مرحله به مرحله شما تشریح میکنم. به خاطر که ما بتونیم با ویزای بشردوستانه برزیل از کشور پاکستان ثبت نام کنیم، شما باید در سرچ انجینتان یا در همون گوگلتان سرچ کنین Brazil Embassy in پاکستان. در صفحه که همی معلومات و لوکیشن خود سفارت برزیل در کشور پاکستان اسلام آباد نشان میده. شما در این قسمت روی گزینه وبسایت کلیک کنید. دوستان عزیز، این سایت سفارت برزیل در پاکستان است. در این صفحه شما روی گزینه اگر که اردو میفهمین خب روی اردو کلیک کنین، اما من خودم چون اردو بلد نیستم روی گزینه انگلیش کلیک میکنم و به زبان انگلیسی همین اطلاعات داخل سایت مطالعه میکنیم. در قسمت پایین بین اینجا یک اطلاعیه با 28 اپریل 2023 به نشر رسیده درباره هیومانیتریان ویزا فور افغانستان است که امیر باز میکنه و امیر مورد بررسی قرار میده. در اینجا گفته که پروسه ثبت درخواست جدید ویزای بشردوستانه برزیل دوباره آغاز شده و تا 26 جولای 2023 ادامه خواهد داشت و یعنی که از تاریخ 28 که این پروسه شروع شده تا 28 جولای ادامه داره، یعنی برای 3 ماه این پروسه ادامه خواهد داشت. و چگونه شما میتونین به خاطر همین ویزای بشردوستانه برزیل از پاکستان اقدام کنین؟ شما همین لینک ای کانسولری که در این قسمت قرار داده، من همین لینک باز در دسکریپشن همین ویدیو هم قرار خود دادم و اگر که خواستین از اونجا میتونین به همین لینک دسترسی داشته باشین و اگر که در اونجا دسترسی نداشتین شما میتونین همین طریقی که من در ویدیو گفتم همین لینک پیدا کنین و بالایش کلیک کنین. شما وقتی که صفحه اول سیستم ای کانسولرتان باز میشه در قسمت پایان شما Enter with Government انتخاب نکنین. این برای کارمندای خود سفارت و برای کسایی که با گاورنمنت خود برزیل و یا وزارت خارجه کار میکنن است. ما یک خارجی هستیم که ما با
CPF یا همون نمبر مالیات دهندگان که برزیلیا را ما نداریم. پس ما من حیث یک خارجی ثبت نام میکنیم. شما میتونید یا بالای این گزینه و یا در قسمت بالا روی لوگین کلیک کنید. مثلا روی لوگین کلیک میکنید و در صفحه اول اگر که شما قبلا اکانت ساخته بودین خب مستقیم وارد اکانتتون میشین. اگر اکانت نساخته بودین روی Create New Account کلیک میکنین. یک چیز دوستان میخوام یادآوری کنم که یادتان باشه در قسمت بالا حتما باید Embassy of Brazil in اسلام آباد انتخاب باشه. این متوجه باشین چرا شما همین سیستمی کنسوله را در اسلام آباد میفرستین نه در مسکو و تهران و دیگر جای. پس مطمئن باشین که گزینه اسلام آباد انتخاب باشه. خب دوستان عزیز اینجا در این قسمت شما در صورتی که اکانت داشتین همینجا ایمیلتون رو مثلا وارد میکنین و در قسمتش پایانش پسوردتون و انتر میکنین وارد اکانتتون میشین. اگر شما یه اکانت نساختین و یا کلا اکانتتون ایمیلش پسوردش فراموش کردین روی گزینه Create an Account کلیک میکنین. در صفحه‌ای که اینجا برای شما نشان داده در صفحه نیو اکانت در قسمت ایمیل شما ایمیل آدرستون یک ایمیل آدرسی که پسوردش رو بفهمین که یک وقت خدای نخواسته همین ایمیل آدرستون از دست ندین به خاطر تمام ایمیل های دعوت به مصاحبه به همین ایمیل برای شما فرستاده خواهد شد. پس یک ایمیل آدرس ولیدیت و ایمیل آدرس فعالتون استفاده کنین. من اینجا یک ایمیل آدرس سامپل دارم که به خاطر کارهای عمومی خود از استفاده میکنم. خب در قسمت Verify Code در این صفحه برای ما اینجا گفته که ما یک Verification Code یا Verification Code با ایمیل آدرس ما فرستادم و یک کد فرستادم. ما باید او کد بگیریم و در همین قسمت پستش کنیم. خب ما وارد همو این دوستای عزیز ایمیل ما قبلا ایمیل خود باز کردم اینجا گذاشته بودم. ببینین اینجا برای ما یک کد فرستاده اینی کد است. اینی کد فقط شما کپی بگیرین و ایره در همین قسمت دوباره پستش کنین و روی وریفای کلیک کنین. همونطور که شما دوستای عزیز میبینین کد ما تایید شد و رفتیم روی صفحه دوم که گزینه set new password است. شما اینجا باید برای همین اکانت و ایمیل آدرسی که وارد کردین یک پسورد تعیین کنین. یک پسورد که بالاتر از 8 کاراکتر باشه. همین پسوردتون باید دو بار تکرارش کنین. و روی وقتی که پسوردتان درست بود 8 کاراکتر بود و دو پسورد که بالا نوشته کردن و پایان با هم منطبق بود خود گزینه سند به صورت اتومات فعال میشه و روی گزینه سند کلیک کنین. در صفحه بعد اینجا یک معلومات عمومی از شما میخوایم. اینجا در قسمت بالا اینجا یک وارنینگ داده یعنی یک اخطاریه داده برای شما. گفته که اطلاعاتی که شما اینجا وارد میکنین کشور برزیل ایرا من حیث اطلاعات معلوماتی شما در نظر گرفته و او را مورد پروسس قرار میده. پس بهتر است که اطلاعات دقیق شما را اطلاعات درست و دقیق وارد کنین. در صورتی که اطلاعات اشتباه و غلط وارد کنین مطابق قوانین برزیل شما جرم کردین و تحت پیگرد قرار خواهد گرفتین. در تب اول یا سکشن اول اینجا گفته فول نیم. منظور از فول نیم اما نام و نام فامیلیتون وارد کنین. مثلا مجتبی نویان. ما گروفای اولش رو بزرگش کنم که رسمی تر باشه. در سکشن دوم اینجا گفته آدرستون وارد کنین. مثلا من اینجا یک آدرس سامپل. شما آدرس هر جایتون که هست آدرستون وارد کنین. مثلا اگر در پاکستان در هر موقعیتی که هستین اما آدرستون وارد کنین. و شماره تلفن. این شماره تلفن ما یک سامپل است. شماره تلفن پاکستان یا هر جایی که هست شماره تلفنتون وارد کنین. و زبانی که شما ترجیح میتین با شما مکاتبه شوه. خب پرتغالیز به امکان 99% نیست چون هیچ کدام ما زبان پرتغالیز بلد نیستیم. پس زبان لنگویجتون انتخاب کنین انگلیش و این تیک مارک انتخاب کنین و
گزینه سند کلیک کنین. در این صفحه دوستای عزیز اکانت ما ایجاد شد و حال امی اکانت ما آماده است که ما در صفحه مای کانسولر سرویس خدماتی رو که نیاز داریم از همین سیستم درخواست کنیم. اگه شما چون میخوایم به ویزای بشردوستانه برزیل ثبت نام کنیم، پس ما ویزا هیومانیتریان ویزا رو انتخاب میکنیم. روی گزینه نیو سرویس کلیک میکنین و تغییرات جدیدی که بالای سیستم ای کانسولر آمده، قبلا شما در این سیستم شما فقط میتونستین 1% انتخاب کنین و برای هر اعضای فامیلتون بگردین و عدد انتخاب کنین و نام اعضای فامیلتون انتخاب کنین و گزینه را به صورت متواتر برای همه فامیلتون تکرار میکردین. اما جدیداً در آپدیت جدید سیستم اینجا خودشون دو گزینه قرار داده. یک گزینه 1% است که یعنی شما یک نفر هستین، یا گزینه فامیلی. و در قسمت گزینه فامیلی هم اینجا برای شما انتخاب کرده که فامیل شما چند نفر است. شما در فامیل 2 نفر هستین، 3 نفر هستین، 4 نفر هستین، تا 10 نفر عضو فامیل هم در همین سیستم اینجا گنجانده شده. خب من ایره فعلا به خاطر 1 نفر انتخاب میکنم. برای تمام اعضای فامیلی هم این پروسه را شما باید تکرار کنین در قسمت فامیلی، اما من ایره برای 1 تا انتخاب میکنم چون میخوایم پروسه سریعتر پیش بره. امی 1% انتخاب کرده و روی گزینه استارت کلیک کنین. در قسمت سرویس هیومانیتریان ویزا 1% در اینجا یک اینستراکشن برای ما گذاشته، گفته که upload document here only if you are applying alone. گفته در این قسمت تنها اسنادتون وارد کنین اگر شما 1 نفر هستین. گفته if you are applying with your family please go back and click on humanitarian visa family. گفته اگر نه شما 1 نفر نیستین، فامیلی هستین، همراه فامیلیتون میخواین به همین ویزای بشردوستانه اپلای کنین، برگردین و رو گزینه هیومانیتریان ویزا فامیلی رو انتخاب کنین. اما گزینه‌ای که براتون گفتم 1 2 3 4 نفر. حالا ما برای 1% است، اما 1% انتخاب میکنیم. در قسمت سوم گفته all documents uploaded here will have to be presented to the consular officer. So bring them on the day of the interview. گفته تمام اسنادی رو که شما اینجا آپلود میکنین در روز اینترویو باید به آفیسر حاضر کرده بتونین. در نتونین شما درخواست شما رد میشه. روی گزینه استارت سرویس میزنیم و همین اینستراکشن و راهنمایی که در بالا نوشته بودم با خواندیم. استارت سرویس. در قسمت صفحه اول همین سرویس ما که هیومانیتریان ویزا 1% است، اینجا یک گزینه دارم میگه امی ویزا را با نام امی اپلیکنت که من خودم هستم، مثلا هم کسی که امی اپلیکیشن ایجاد کرده، آیا میخواین ویزا را برای خودتون به نام خودتون پر کنین یا به another person؟ اگر که شما این ویزا را میخواستین امی درخواستی را به نام دیگه کس بفرستین، another person انتخاب میکنین و نام و فامیلی و شخص وارد میکنین. اگر برای خودتان بود روی مجتبی نویان یا همون نام خودتان کلیک کنین و روی next step کلیک کنین. خب دوستای عزیز، در این صفحه ای است که شما باید اسنادهایتان، اما پروف یا ثبوتتان که شما در پاکستان هستین وارد کنین. در قسمت داکومنت در اولین سکشن داکومنتی را که شما باید وارد سیستم آپلود کنین تراول داکومنت است. منظور از تراول داکومنت پاسپورت اور ادر. خب ما ادر برای ما چیز دیگه صدق نمیکنه، اما پاسپورت ماست. در قسمت پایان برای ما گفته please upload کنین an image of your valid travel document. گفته شما باید یک پاسپورت معتبر باشه، یعنی پاسپورتتون اکسپایر نشده باشه و وقتش نگذشته باشه، اما پاسپورتتون رو در قسمت آپلود کنین. شما از همون صفحه از پاسپورتتون که عکستون است و مشخصاتتون است یک اسکن میگیرین و اما رو در این قسمت آپلود میکنین. چوز فایل انتخاب میکنم، مثلا ما در اینجا یک فکر کنین این مثلا پاسپورتم باشه، پاسپورتتون این قسمت وارد میکنین. در سکشن دوم داکومنت که پاکستانی ویزاست، در اینجا گفته please upload an image of your valid پاکستانی ویزا. شما باید اینجا ویزای پاکستانتان وارد کنین. گفته باید ویزای پاکستانتان valid باشه، یعنی که وقتش معتبر باشه، اکسپایر نشده باشه و شما به صورت قانونی فعلا در پاکستان هستین.
در این قسمت هم یک اختیاریه داده برای ما و یک چیز ذکر کردم. گفته please keep in mind that when you came for interview you will also have to provide proof of legal entry in Pakistan. Enter stamp of passport. میگه این در نظر داشته باشین زمانی که شما به اینترویو دعوت میشین شما باید بتونین صفحه مهری که ورودی پاکستانتان است او را باید نشان بدین. او برای ما خیلی مهم است. یعنی شما اینجا این را در نظر داشته باشین. پس شما بهتر است که در این قسمت از روی ویزایتان و امو استمپتان که مهر دخولی است اردوش یک اسکن بگیرین. اگر که هنوز در افغانستان هستین تنها ویزای پاکستان گرفتین هنوز وارد پاکستان نشدین همین فرم پر کنین و تنها از روی ویزایتان اسکن بگیرین. استمپ چون هنوز برای شما وجود نداره پس استمپتان رو نگیرین فقط از روی ویزای پاکستانتان یک اسکن بگیرین و در این قسمت آپلود کنین. مثلا ما اینی ویزای پاکستانم فل مثال و در سکشن سوم ما اینجا گفتم پروف کنین ثابت بسازین که ما در برزیل خود ساپورت کرده میتونم. اگر که شما از توسط یک سازمان توسط یک شخص در برزیل و یا توسط هر نهاد اسپانسر شدن شما از طرف اما نهاد باید یک اسپانسر لتر بگیرین و در این قسمت آپلود کنین. و اگر که شما خودتان توانایی ساپورت خودتان را دارین باید یک اظهارنامه بنویسین و نوشته کنین که بله من توانایی ساپورت خود در برزیل دارم. اگر که میتونین از اکانت بانکیتان یک استیتمنت هم تهیه کنین که یک چند هزار دلاری در بندش باشه. این بیخی امی اظهارنامه شما را قوی میسازه. اگر که نیست تواناییش ندارین هیچ مشکل نیست فقط یک اظهارنامه در کاغذ بنویسین به انگلیسی که و خوانده بتونن نوشته کنین که بله من نیاز ندارم که هیچ کسی مرا در مثلا در برزیل ساپورت کنه خودم توانایی را دارم پول دارم فامیلی مرا از افغانستان برای من اونجا پول روان میکنه یا فامیلی دارم در اروپا آمریکا کانادا که برای من پول روان کنه مرا ساپورت کنه من نیازی به کمک شما ندارم. شما یک اظهارنامه بنویسین و در همین قسمت ساپورت کنید. مثلا ما فکر کنید این استیتمنت بانکی را فکر کنید حالا ما همین به جای پروف استیتمنت بانکی خود آپلود کردم و در سکشن 4 اینجا گفته شما باید اپلیکیشن فرم ویزایتان عکسش بگیرین و در این قسمت آپلود کنین. منظورش از اپلیکیشن فرم ویدیوش قبلا تهیه کردیم در داخل کانال موجود است. شما باید اپلیکیشن فرمتان پر کنین عکستان در آخدمو رسید یا ریسپشنی که بر آخرش برای شما میته باید عکستان بچسبونین امضا کنین و او را اینجا آپلود کنین. اگر نمیدونید چه رقمی اپلیکیشن فرم پر میشه در داخل ما طریقه پر کردنش تهیه کردیم لینکش در دسکریپشن هم میمونم در بالا براتون قرار میتم. شما باید برین این اپلیکیشن فرمتان پر کنین چون رسیدش باید در این قسمت آپلود کنین. در همین قسمت آپلود فایل منظور ما از رسید اپلیکیشن فرم اینی فرم است. دوستای عزیز شما اینی فرم در این قسمت باید امضا کنین عکسان رو بچسبونین و آپلود کنین. بعد از اینکه هارچار امین سندی را که از شما خواسته بود آپلود کردین روی گزینه next step کلیک کنین. در قسمت تمام دیتاهای شما را یک ریویو یور انفورمیشن نشان میده. یعنی بررسی کنین که تمام مشخصاتتون آیا درست وارد کردین نکردین. اگر که اشتباه وارد کنین میتونین امورا میک اکورکشن بزنین و امورا اصلاح کنین و جورش کنین. مثلا میگه که نامتون رو صحیح کنین قطع خلصتون صحیح است اسنادهایتون میگه درست آپلود کردین. خب ما میگیم کل چیز درست است روی confirm and send کلیک میکنین. این قسمت برای ما گفته که اپلیکیشن شما توسط یک آفیسر در سفارت مورد ریویو یا بررسی قرار میگیره و شما به زودی در همین ایمیل آدرسی که در ساختن اکانتتون ثبت کردین یک ایمیل دریافت خواهد کردین و به مصاحبه دعوت خواهد شدین. خب دوستای عزیز این پروسه ابتدایی و یا پروسه در ثبت درخواست ویزای بشردوستانه بود که از طریق ای کنسولر ثبت میشد برای کشور پاکستان در سفارت برزیل در اسلام آباد. انشالله که دوستای عزیز از این ویدیو مستفید شده باشن استفاده کنین و ایرا بازم یادآوری میکنم وقتتان کم است. فقط شما
3 ماه وقت دارین تا همین درخواستتان رو بفرستین. کسایی که علاقمند به آمدن به کشور برزیل و زندگی و مهاجرت در برزیل هستند. پس یادتان نرود دوستای عزیز کانال را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین، سوال داشتین در کامنت بپرسین، ان در اولین فرصت جواب خود دادم. دوستای عزیز تا ویدیوی بعدی، وقت خوش، خدا نگهدار.